سلام بچه خوش اومدید به ویدیو جدید. یه ویدیو واقعا میگم جدید، این طبق اون ویدیوهایی که من میذاشتم این چیز عجیب غریبه. بعد بچه سعی کنید یکم جلوتر، حالا بهتون میگم هدفوناتون رو بزنید، ذره داستان داریم میذاره. آره اینجا من اون گرفتم اون طرف اون یا چه تیر نمیخوره، نمی چاپر اونجا. ببین برای گاممتیک امین چقدر راه اومد، گاممتیک رو بده ببینم. ببین بچه موومنت اول حالا چیه؟ موومنت اول یه موومنت خیلی ساده و بیسیک SMGه، یعنی همین چپ راستی که میبینید. حالا صحنه واسش هم چپ راست فقط کافیه که جویستیک رو این ور اون ور کنید. حالا جلوتر حرفه‌ای ترش هم میگم، این بیسیکشه، میگم حرفه‌ای تر هم داره. یه نوع تمرین به قول نکته تمرین داره. حالا الان من دارم تو ترینینگ مود اینو خیلی سریع انجام میدم، ولی شما باید آرومتر این حرکت رو بزنید که جوابتر باشه. خیلی سریع بزنید جواب نمیشه، جاتون جا تکون نمیخورید. بچه‌ها هدفوناتون رو بزنید. اینجا یارو رو میاد، ببین با مکتن میزنمش فقط چی میگه. ببین داداش با مکتن اینطوری میزنن. آره مکتن آروم داشت فوش میداد دیگه، صدا رو بستم اینجا. الان به بچه ها میگم بریزید سرش. یا خدا حاجی نیستم من. بچه ها رو گفتم حاجی من درسته. اینجا یارو میگفت اینا خیلی خرن. علیف اشماش ریخته بود، ما گرفتی ریاکشن حالی شد. بهش گفته بودم مایک آل رکورد نمی کنم ولی رکورد میدم. این میدونی از دستم در رفت، ولی خب ببینید SMG الان تو این فایت من خوردم. حالا دلیلش چی بود؟ به خاطر اینکه یارو موومنت زیاد داره، شاتگان داره و من ریجسترم فقط خیلی پایین تره و طبیعیه که میزنه. این طبیعیه که میزنه. اینجا من تیر میزنم به این تیر بهش نمیخوره. بابا داشتیم بالاخره افتاد. ببین من SMG مثل FJ40 و شما با ADS که میزنید قشنگ تیرا ریج میشه، ولی با هیپ فایر دو بزن اصلا نمیخوره، خیلی کم. نمیدونم به خاطر پینگمونه، به خاطر اینترنتمونه، یا داستانش چه من نمیدونم، ولی با ADS من چیزی که فهمیدم خیلی بهتره. بچه قلق SMG اینجوریه که اگه شما 30 تا تیر تا 40 تا هم فکر کنم کلا باید با ADS یارو رو بزنید. هیپ فایر رو ولش کن، چون هیپ فایر تیر زیادی حروم میکنه. قطعا وقتی 50-60 تا تیر داری که برو سراغ هیپ فایر و حتی بیشتر، تیرت بیشتر. جای اون رو کرم ریخت الان میذاریم میترکونیمش. جواد رو ببین آجی، این جواد دیوونه است، خنده هاشو دیدی؟ جواد اینجا داشتیم اذیتش میکردیم بنده خدا. حالا این برنامه کنیم یه بار دیگه امیرعلی جواد رو ناکی کنه. جواد چه فشاری میخوره وای. آجی اون کلن میدونی در جدی ترین حالتمونم تو رنگ دلغکیم. حالا جالب اینه تو همین مچی که ما داشتیم میزنیم تاپ 100 لیدربورد بود. این علی که داشتیم پلی میدادیم، فکر کن یه یار تاپ 100 لیدربورد داری، بعد انقدر تو بازی دلغک بازی در میاری. اصلا یه لول دیگه این ماجی، اصلا جدی نمیگیریم بازی رو. اینجا داشته که ابک رو میزد بچه ها کاور برسانیان، کاور و رساندیان. بچه ها SMG میگم الان ADS اینجا رو زدم، ولی این رنج رو نمیشه با ADS، حداقل با فنک نمیشه. فنک خیلی لگت میده بچه ها، اصلا فراموش کن. حالا اینجا رو نگاه کن، مثلا رنج انقدر تیرای من زیاده. آره نگاه کن قشنگ فایر میزنه یارو. اگه یارو 10 تا موومنت هم بزنه الان چند تا تیر؟ 73 تا تیر فکر کنم راحت میزنی. خب یارو داداش 73 تا تیر نزنی من چی بگم به اینجا رو شامو داشتم میدادن. یکی رفت بالا اون خونه، یکم جلوی این سنگه بود. یه دونه اسنوکل میدیم وسط، یارو داشت رو شامو میداد داداش همینا بود. فایر بچه مکتنه رو واسهتون میذارم، اتچمنتشو میذارم. حالا یه ذره دیگه اتچمنتشو براتون میذارم به حال کنید. بعد ببین بچه مکتن دو تا مشکل داره، تیر زیاد میخوره، تیرش هم زود تمام میشه. این مشکلاتو یه اتچمنت دیگه میدم اون کامل برطرف میکنه. حتی یه گانه دیگه است اینم میگه. رنجش هم مکتن بیشتره و کلا خیلی بهتره دیگه. این عزیزان آقا داداش این گوشه چه آخه دلت میاد اینجوری کمپ میکنه؟ بازی بهت حال میده لعنتی. جدم یا اول پایی که پایین اومد اینو سریع زدم تو گوشش، این یکی اومد به این وستشو شکستم در رفت. ولی اینجا میام سراغش با فایر 117 میزنم. اینجا امیرعلی داشت میگفت لعنتی داشتم فینیشرشو میگرفتم. بابا ولش کن، خدا زده رو خدا زده. بچه‌ها ببین الان زون آخره
اونور دوباره این شماره 4 رو ناک کردن میگم بیا بخور. من چی به اینا بگم؟ زون آخرم ول نمی‌کنم با این کاراشون. ببین بعد من خودم فکر نکنید خیلی آدمه، منم یه اینجوری هم زدم کامیون طرف و فرار. من این بلاها رو سر انمیا میارم، منتها اینا انمی که تموم میشه آخر زون میشه باز خودشون درگیرم. میدونی چی میگم؟ میافتم به جون هم دیگه. بچه ازش میتونید مکتن رو بگیرید، واقعا میگم که بهترین ازشون سای مکتنه. ببین فقط من یه چیزی رو میتونم بهتون بگم، اگه پرک هیپ فایرش رو میخواید عوض کنید پرک هند بذارید. هند چیه؟ همونی که سریع خشاب عوض میکنه، ریلود میکنه، اونو بذارید دیگه. واقعا میگم تیر کم نمیارید از لحاظ اینکه ریلود و این داستان هم که تو نیم ثانیه ریلود میکنه. مکتن خیلی خوبه. حالا شاید بگید همین چرا فنک ندادی؟ داداش فنک به نظر من واقعا خیلی لگت میده. این اوکی تره، کنترلش راحت تره، خشابش هم بیشتره. مکتن میکنم 40 تا تیر بیشتر نشه، ولی این تا 53 تا میره، خشاب دیفالت شه. بعد هر کی خشاب بندازی دیگه داداش هم نکنید. الان SMG یکم بده دیگه، 53 تا تیر تو هیپ فایر تیرتون بعد از جا تموم میشه. ولی میگم یه اتچمنت جلوتر میدم، فایرتش کمتر، دمیجش بیشتر و رولتر. بچه بریم سراغ موومنت بعدی. موومنت بعدی ببینید اون موومنت قبلی رو یادتونه، این اسلاید چپ اسلاید راسته که الان صحنه واسه واسهتون کنم. نکنه اسکرینتون بلند میشه یکم که اینجوری میشه اسلاید راست رو میزنید، دوباره بعد منتظر بمونید اسکرینتون بلند شه، پاهاشو قشنگ رو زمین صفر کنه، بعد یه اسلاید دیگه بزنید. اکتیویژن اومده موومنت های بازی رو سخت‌تر کرده برای اینکه پلیرها نتونن همه موومنت های رگباری بزنن، موومنت ها رو یکم کند کرده. حالا من اینجا بهتون میگم نگاه کن، اسلاید میزنید سری بزنید دکمه اسلاید میشینه. نگاه الان اسلاید راستش هم میزنم، وقتی شما سری بزنید رو دکمه اسکین کاراکتر میشینه، بعد اسکین و کاراکتر بلند شه قشنگ، بعد اسلاید رو بزنید. نگاه الان بلند میشه بعد اسلاید میزنم، یه ذره بلند شد بعد اسلاید رو بزنید، تایمینگش دستتون میاد، خیالتون راحته. تمرین کنید دستتون میاد آقا، من بهتون قول میدم تمرین کن دستت میاد. اینجا نگاه کن این یزید رو دیدی بالا بود، بعدم یا اول یه اسلاید زدم تیراشو دیدی از بالا سرم رفت. این اسلاید جلو هم خیلی اسلاید کاربردیه. نگاه کن یه بار دیگه این حرکت. ببین بچه‌ها تو سیزن جدید با ماشین بزنید به تراک اینجوری میشه. نمیدونم چرا. 10 نفر رو دهنشون سرویس کردم. نشستیم کلی پلی دادیم، کلی کل بیدیم، کلی خندیدیم، همه رو واسهتون کات زدم گذاشتم بزن لذت ببرید. اینجا نگاه کن این یزیدا موومنت رو ببین، تو موومنت چپ و راست رو دیدی، یه دونه چپلی دادم اینو راستری. اینجا اسموک رو زدم امیرعلی گیلشون کرد، گفتم یزید من اسموک رو زدم خودم بیام بزنم، شما دمیج میکنم میره اونور، الان امیرعلی میره میزنتش. اصلا امیرعلی نمیذاره دیگه، بذار من اینا رو با مکتم بزنم گیم پلی خوشگل در تحویل بچه‌ها بدم، گیم پلی زیبا. بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید، هیچ وجه به هیچ وجه با SMG فایت یه شادگان پلیر که کاور داره، کاور شات داره ندید آقا جان، ندید. نگاه کن الان کاور شاتش سریع اومد بیرون منو زد، در صورتی که من نمی‌دونستم حتی نشسته بود کاراکترش، صدا پا قرمزم نمیاد تو کام، یهویی اومد تو صورتم. اینجوری شما نمیتونید شادگان پلیر رو بزنید، کسی که یهویی میاد. تنها راهکارش اینه که بدونید یارو کجای اون قسمت رو فروفایر کنید. فروفایر میگفتن نمیدونم، فایر نمیدونم، من گردن نمیگیرم، همونجا رو تیر بزنید خلاصه. تلفظ درست شما نمیدونیم دار. اینجا یارو یه دونه بک زد، اگه شاتگان بودم اینجا قطعا میزدم، ولی شاتگان نبودم نشد. میام یه بدیهایی هم داره SMG، ولی خوبیاش چیه؟ موومنت ترتمیز، سبک بودنش، اصلا نگم براتون، و دمیج بالاش توی رنج و تمام نشدن خشاب خیلی نکات مهم. خشابش رو فقط میگم دیگه، یه پک خشاب بده. الان من اینجا 50 تا تیر دارم، سر همون دارم هیپ فایر میزنم. ناکن یزیدو داداش دسپرادو برداشتید، دسپرادو نیست که MG42 با دمیج دیله، هر رسما فایر MG42 دمیجش هم اندازه دیله. این بوته یزید همین خوب شد که نیدش کردم، بوته تو ماشین داشت رد میشد، نمیدونم چه حرکتی بود. نگاه کن اینا بک هم داد، صدا پا اصلا واسه من نمیاد. چرا سیزن جدید قضیه چیه؟ صدا پا خیلی کم میاد، نمیدونم، شاید صدا پا رو انگولک کرده اکتیویژن، من آیدون نو اطلاعی ندارم. یه اسم تو میریم وسط، داداش هم ADS میکنم رود، نگم برات. بچه ها ببینید به نظر من با SMG ایم بگیرید بزنید خیلی روال تره. بذار بریم این موومنت بعدی بهتون یاد بدم. بچه ها این موومنت بعدی که ما استاد جامپ یادتونه، حالا این استاد جامپ با
ببین اسلاید چپ با جامپ و فایر تیر زدن. ناکن اسلاید چپ میزنیم، جامپ راست میزنیم که یارو کاملا گیج بشه. این موومنت کجا به درد میخوره؟ توی فضاهای اوپن و باز. اصلا تو جای خفا گرفته بخوای بزنی امکان داره کلت بخوره به سقف، دوربینت اینور اونور شه، چیز عجیبی کنه. میدونی چی میگم؟ اینجا رفتم بک این یزیدا 2 تا اسنایپر بودن، اینجوری زدم تو گوششون داداشم. موومنت آخرم براتون بچا گذاشتم. ببین این موومنت رو ببینید و بعدش دیگه ویدیو رو تمام کنیم داداشم، خداحافظی کنیم باهاتون. نه کنید اسلاید بک ADS، اسلاید بک ADS این واسه وقتی که شاتگان پلیر داره نزدیکتون میشه و شما نمیخوای وان شات. اسلاید بک ADS قشنگ میبینی که سفر رو میچرخونم، جویستیک هم واسهتون پررنگ کردم اون پایین گذاشتم، همه چی رو گذاشتم که ببینید آقا موومنت چطوریه، از چه قراره. قشنگ میبینید اینو من توی ویدیو قبلی موومنت کلی یادش دادم بهتون. اخرشون تو پی شهرم بگیرید داداشم. عشق منید، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی مخلصتونم. فعلا بای.